ساب گایز، امیدوارم کتابتون عالی باشه. خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. توی این ویدیو اومدیم با آموزش نصب بازی شبیه ساز زندگی استریمری برای کامپیوتر و لپتاپ. بریم تو کارش رفقا. لیتس گو. بریم ببینیم چی میشه. خب رفقا، شما باید اول وارد گوگل بشید، دانلود بازی شبیه ساز زندگی استریمر برای کامپیوتر را جستجو میکنید. ربطی نداره از کدوم سایت دانلود میکنید. چه ربطی داره؟ من خودم از این سایت دانلود کردم و لینک این سایت هم براتون توی توضیحات ویدیو اون پایین میذارم. بیاید پایینتر، اینجا یه فایل برامون قرار داده. روی این فایل کلیک راست میکنیم، سیو لینک ادوانس رو میزنیم و از سمت چپ میتونیم انتخاب کنیم که کجا فایل رو دانلود کنیم. مثلا من دسکتاپ رو انتخاب میکنم، سیو رو میزنم. چون من قبلا این فایل رو دانلود کردم، ناشی این فایل منه. بیاید روی فایل یک کلیک راست کنید، روی وینرر بیاید و اکسترکت رو بزنید. از ما رمز میخواد، برمیگردیم به سایت. اینجا رمز رو برامون گذاشته، روی کپی که بزنیم دیگه اتوماتیک کپی میشه. رمز رو اینجا پیست میکنیم، اوکی ها میزنیم. اینجا بستگی به سرعت هاردتون داره و سرعت رمتون و سی پی یو که این چقدر طول میکشه از حالت فشرده خارج میشه. تنفیذی امکان داره. حالا ما صبر میکنیم این از حالت فشرده خارج بشه. حجم فایل هم حدود 2 گیگابایته که وقتی از حالت فشرده خارج میشه نزدیک به 5 گیگ میشه. یعنی باید شما هاردتون این فضا رو داشته باشه. سیستم مورد نیازی هم که این بازی میخواد سیستم زیاد قوی نمیخواد و میتونید با یه سیستم قدیمی هم این بازی ها پلی بدید. وقتی که کامل از حالت فشرده خارج شد، باز میکنیم فایل ها. یه راهنمای نصب داره که ما کار نداریم با اینا که باز بکنیم. یه فایل برای ما گذاشته، اینو بخوایم بازش کنیم فکر کنم مستقیما وارد بازی میشیم. نمیدونم دیگه نیازی به نصب نداره. چه حالا بزنید بچه‌ها. من قبل اکانت دارم، میتونم لود گیم بزنم، میتونم نیو گیم بزنم. من نیو گیم رو میزنم. اینجا میتونیم کاراکترمون رو بسازیم. حالا بستگی به سلیقه‌مون داره که چطوری میتونیم کاراکتر بسازیم. به خاطر اینکه تایم ویدیو طولانی نشه من حالا زیاد روی این گزینه کلیک نمی‌کنم و میریم قسمت بعد. چرا از بین نمیری؟ اگه مشکل دارید برای بازی کردن، من گیم پلی های این بازی هم براتون توی کانال گذاشتم، لینکاشون هم این زیر توی همین ویدیو براتون میذارم توی توضیحات ویدیو. میتونید برید ببینید و دانلود کنید. وقتی که بازی ها اجرا میکنیم با همچین صحنه خیلی مزخرفی روبرو میشیم. چی میگی؟ گرافیک بازی خیلی بهتر شده تا آخرین آپدیتش. باید بیان برای این معتاده و تریاک میخواد چی میخواد یکم صبر میکنیم. اینجا خواهیم خونه ها بفروشیم بش و کلا از اینجا اسباب کشی کنیم بریم. الان بهتون میگم اینجا باید چی کار کنید. من خودم اینجا مشکل داشتم ولی واسه ادامه بازی اگه مشکل دارید میتونید برید گیم پلی هاشو ببینید. هم گیم پلی هاش خیلی خفن و فان و خنده دارن، هم میتونید یاد بگیرید. خب این آدم شیره‌ای وقتی که کارش به ما تموم شد یه مقدار پولی به ما میده چون خونه ها فروختیم. نه بچه‌ها سیستم بمونه که همه اینا با برداریم بریم بذاریم دقیقاً توی اون ماشین عجیب غریبه. میگم اینجا یا میزنیم صندوق عقب ماشین اینجاست، اینه باز میشه. ما بریم داخل خونه. این کیس ها یا نگر داریم که بره توی کوله پشتیمون، میایم روی کیبورد نگر میداریم، روی این کارت گرافیکمون نگر میداریم. MX HHD مونه. اینم که رم میگیریم دستمون. حالا میایم اینجا سراغ صندوق عقب ماشین، میزنیم روی رممون و میزنیم توی صندوق عقب. کیس ها میزنیم توی صندوق عقب، اینو میزنیم داخل صندوق عقب. به همین راحتی بقیه‌شون هم همینجوری میذارید داخل صندوق عقب. و هم باز اینا بزنم. این بوس هم برمیداریم، مانیتورش هم برمیداریم. نصب بازی خیلی راحت بود، یعنی هر کسی میتونست نصب کنه. اما خیلی از رفقا گفتن که از کجا دانلود کنید. خودم از سایت اولی دانلود کردم، لینک سایتش هم براتون میذارم توی توضیحات. اینا هم بچه‌ها میذاریم داخل صندوق عقب ماشینمون و دیگه چیز دیگه ای که نمیمونه اینجا. نباید در رو ببندیم و اینا با منقلش تنها بذاریم. سوار ماشین میشیم بچه‌ها. اینجا اچ ها میزنیم. اولین کاری که اصلا باید بکنید اینه روی اون فلشه روی کیبوردتون میزنید گوشی بیاد بالا. وقتی گوشی اومد بالا اینا خفه کنید. خیلی اون موقع
بعد میریم به سمت خونه بچه ها. میبینید توی مانیتور اون زرد رنگ ها میبینید با اونجا خونه ما، خونه جدید ما. با بریم سمت خونهمون، پیسی و این داستانمون رو ببندیم و شروع کنیم به استریم. حالا این شروع کردن به استریم و خریدن تجهیزات و خونه و ماشین جدید و کلی چیز میزای جدید رو توی گیم پلی های آینده و ویدیوهای آینده براتون میذارم. پس حتما چنل من رو سابسکرایب کنید، این ویدیو هم لایک کنید اگه به دردتون خورد، زنگوله بغلش هم بزنید تا از ویدیوهای جدیدی که میذارم بی اطلاع نمونید. دمتون گرم. الان هم به چخ رفتیم، همینجا میمونیم بچه. حالا تا گیم پلی های بعدی فعلا خدا نگهداری باید بکنیم. گیم پلی های بعدی براتون میذارم، از اول هم شروع میکنم دیگه و میریم دیگه سمت خونه و دیگه. آره دیگه اینم از این ویدیو. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما ویدیو رو لایک کنید، چنل من رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید. لینک کانال های اینستاگرام، روبیکامون و تلگرام هم توی توضیحات هست، حتما برید جوین بدید. تا یه ویدیو خفن دیگه، گود بای. خیلی تاثیر گذار.